در شهر خوجند مسابقه فوتبال خرد بین کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها و جماعت و محله‌های شهر و ناحیه‌های ولایت برای دریافت جام ولایت سوخت به انجام رسید. یادآور می‌شویم که مسابقه مذکور از سنه 11 ایون در میدانچه فوتبال فدراسیون فوتبال ولایت آغاز گردیده بود که در آن دسته‌های بیمارخانه کودکانه المنت، جوانان استرافشان، مصفات، ترسونزاده، رومان، کلانگیر، فاتح، ویتا سوخت، مسچاه، شیخ برهان، لوچین، موج اوریانو، افکا و درخشان اشتراک نموده در 3 دور بین هم واخوری دایر نمودند و دسته‌های بهترین به واخوری‌های نهایی راه یافتند. در بازی حل کننده دسته فاتح و موج اوریانو بین هم سبقت نمودند. واخوری این دسته‌ها جالب و دیدنی برگزار گردید و در نتیجه فوتبال بازان دسته فاتح حریف خود را با حساب 5-1 شکست داده صاحب جام ولایت سوخت گردیدند. در مراسم جایزه سپاری نمایندگان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت و فدراسیون فوتبال ولایت اشتراک نموده به غالبان جام، مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطروی فدراسیون فوتبال ولایت سوخت را تقدیم نمودند.